در چند روز گذشته اسرائیل بیش از 2000 حمله هوایی از جنوب لبنان بگیرید تا نزدیکی‌های بیروت انجام داده و نزدیک به 500 نفر شهید روی دست لبنانی‌ها گذاشته، تعداد زیادی زخمی شدن. اما اونور ماجرا خیلی جالبه. حزب الله لبنان طی عملیات گسترده بمباران و موشکباران اسرائیل واقعاً به سخره گرفته. مکانهایی که حزب الله داره میزنه از امنیتی ترین و مهمترین مکانهای نظامی و زیرساختی اسرائیل محسوب میشن. در این تحلیل یک نگاه کلی به روند جنگ لبنان داریم و بعد از اون میخوام در مورد مسئله خیلی مهمی باهاتون صحبت کنم. در مورد یک جریان فکری که امروزه خیلی فعال شده. سالیان سال اینها سعی کردن در خفا در بخش رسانه فارسی ایران نفوذ کنن، بیان جلو و خودشون رو به عنوان یک جریان انقلاب ایرانی یا یک جریان وطنی جا بزنن و امروز انگلیس و سازمان‌های اطلاعاتی غربی دارن از اون به خوبی استفاده میکنن. لطف کنین کانال رو سابسکرایب کنید و تا انتها با ما همراه باشید ببینیم جریان چیه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال یوتیوبی شهر خورشید. خیلی خوش آمدید. آقا ویدیو کار میکنیم، باور کنید آپلود میکنم یوتیوب حذف میکنه. حالا هر چی من میگم دوستان باور نمیکنن. یه بار باید اون فرآیند رو اسکرین بگیرم ببینید که وقتی آپلود تموم میشه اینا چه بلایی سر ویدیو و بعضی وقتا میارن. خدمتتون عرض کنم که بعد از اون حمله شاهکار یمن به اسرائیل، یعنی موشک مافوق صوتی که شلیک شد، اسرائیل اومد جریان پیجرها رو راه انداخت و بعد از اون ترور فرماندهان ارشد حزب الله رو رقم زد و به خیال خودش نتانیاهو فکر میکرد که بخش عمده از توان جنگی حزب الله لبنان فعلا فریز شده، یعنی رفته کنار تا جایگزین بشه و از این دست حرفا. ببینید نتانیاهو که کاری نیست توی جنگ، آمریکا کاملا پشت سرشه و همه جوره ازش حمایت میکنه. خب این فرآیند، این تصمیم گیری آمریکا بر اساس اون قانون قدرت هیلاریسیا انجام شده بود که اون رفتن این ترورها رو انجام دادن، چون این قانون نمیخواد اسرائیل وارد یک نبرد همه جانبه بشه. جنگ براشون لازمه، میدونن بدون جنگ کارشون تمومه، پس جنگو پیش میبرن. اما نمیخوان جنگ از کنترلشون خارج بشه، میخوان همه چی کنترل شده باشه. اگر یادتون باشه تو ماهای اخیر، تو 2-3 ماه اخیر بارها خدمتتون عرض کردم محموله های زیادی از غرب، از انبارهای حتی ژاپن به منطقه ما اومده و استفاده نشده، جمع شده مونده. در این حمله‌ای که اسرائیل به حزب الله انجام داد، اینا اومدن سیلی اولو خیلی محکم بزنن به قول خودشون، یعنی دست پر اومدن، انتظار نداشتن که بعد از 2000 تا پرواز یا عملیات هوایی که انجام میدن حزب الله توانی داشته باشه بیاد اینجوری جواب بده. خصوصا بحث پیجرها پیش اومده بود. اصلا اون عملیات پیجر به این دلیل انجام شده بود، یعنی پیش از موعد انجام شده بود، به ضررشون بود که هم بیان اون عملیات موشکی یمن رو بپوشونن، هم میدونستن یک اتفاقی داره زیر این پوست مقاومت میفته. اونها مطمئن شده بودن که مقاومت از جمله ایران، یمن و حتی حزب الله لبنان داره آماده میشه یک حرکت بسیار مهم رو بزنه. امیدوار بودن که بیان عملیات پیجر رو زودتر از موعد رقم بزنن، جلوی این اتفاق رو بگیرن و بعد از اون دیدن که عملیات پیجر نتونه جلوی اتفاق رو بگیره، رفتن سراغ ترور جمعی فرماندهان. از اون طرف حزب الله اومد شروع کرد کوبیدن شدید شهرهای اسرائیل، مکانهایی که تو از عمق 45 کیلومتر بگیرید تا 120 کیلومتر خود تل‌آویو شروع میشه. اومدن مثلا پایگاه خود گنبد آهنین رو هدف قرار داده حزب الله، یعنی خود اون پرتابگرهای گنبد آهنین مورد هدف قرار گرفته. خیلی عجیبه دیگه. پایگاه‌های هوایی اسرائیل مورد هدف قرار گرفته، پایگاه راما دیوید اسرائیل که اصلا شوق زدنش، جوری که جنگنده‌های اسرائیلی مجبور شدن در یک عملیات فرود حالا اضطراری در قبرس فرود بیان. به غیر از همه این مسائل تعداد زیادی از شهرک نشینا آسیب دیدن، چون حزب الله قبلا خصوصا سید حسن نصرالله گفته بود ما دیگه مثل قبل نیستیم، اگر بیاین لبنانی‌های بیگناه رو شهید کنید ما هم میریم سراغ شهروندان شما و شهرک نشینا رو مورد هدف قرار میدیم، دیگه نمیایم اون قواعد رو رعایت کنیم، چون اینها دیگه غیر نظامی نیستن. 10 ماه تو غزه هر جوری بگی جنایت کردن و این افراد ساکت بودن و برای خود اسرائیل دست می‌زدن. دقت کنید روزی که عملیات پیجرها اتفاق افتاد و اون ترور رخ داد، بعدش اسرائیل اومدن شیرینی پخش کردن. نتانیاهو اومد پشت بلندگو گفت کار حزب الله تمومه و حرف ما رو فهمیده. ظرف 24 ساعت حزب الله بلای سرش آورد که 1 میلیون اسرائیلی، ببینید 1 میلیون اسرائیلی مثل موش پریدن تو اون پناهگاه‌هاشون و مخفی شدن. کاملا ورق به نفع مقاومت. من نمیخوام الان بحث تخصصی داشته باشم.
حزب الله لبنان برای اولین بار از سال 2006 چنین حمله سنگینی رو انجام داده. هنوز شروع جنگی، هنوز جنگ شروع نشده. ببینید همیشه حملات اولیه با سبکترین سلاح‌ها انجام میشه، با ساده ترین تسلیحات انجام میشه. اگر تاریخچه مقاومت و محور مقاومت رو ببینید، روزهای اول با ساده ترین راکت های دستساز حمله انجام میشد که ضربات اولیه وارد شه، جنگ مستهلک کننده بشه، استهلاک جنگ که بالا رفت، حالا ضربات اصلی وارد شه. و شما ببینید هنوز هیچی نشده. این حمله اولیه حزب الله هست، پدر اسرائیل در اومده، چه برسه به موشک‌های سنگین‌تر. دوستان میدونید که موشک کنترل پذیره، هدایت پذیره، راکت هدایت ناپذیره. راکت های حزب الله داره پایگاه های اسرائیل شوق میزنه، حساب کنین دقیق میخوره، چه برسه دیگه خود موشک ها. مهاجرت از تمام سرزمین های شمالی فلسطین اشغالی به سمت جنوب به شدت ادامه داره. جنوبی که فکر میکردن جنگ غزه باعث میشه یک کمی برن شمال، کاملا برعکس شده. خود نوار غزه، خود بچهای حماس هم شروع کردن یک سری راکت پراکنی ها رو دوباره تشدید کردن، چون یک مدت اسرائیل حمله نمیکرد، خب مقاومت شدت حملات آورد پایین، میخواست مردم غزه نفس راحتی بکشن. حالا حملات از طرف غزه هم داره میره بالا. اون یهودیانی که از شمال اسرائیل فرار کردن اومدن سمت مرکز، حالا با یهودیانی که از جنوب قراره فرار کنن رو در رو میشن. خیلی جالبه، بعد بشینن برای هم خاطره تعریف کنن. جنگ به یک ابعاد جدیدی رسیده، ابعادی که اسرائیل و آمریکا هرگز دلشون نمیخواست به اونجا برسه. بارها و بارها تلاش کردن که جنگ به این مرحله نرسه. قبلا بارها در این مورد صحبت کرده بودن. باور بفرمایید حمله پیجرها هیچ تأثیر نظامی روی حزب الله تأثیر مستقیم و ثابتی نداشته، بلکه برعکس باعث شده مقاومت بره روی زنجیره تولید خودش تفکر کنه، چون اینها زود این کار انجام دادن. اگر مثلا زمان وسط جنگ یا آغاز یک درگیری گسترده این کار انجام میدادن، تلفات خیلی بالا بود. همه دست پیجرها تو دستشون بود، بیسیم‌ها در دستانشون بود و بعدش نیروها توانایی جایگزین نداشتن، دستگاه قابلیت جایگزین تو وقت کم نبود و حزب الله یک سقوط یا یک نزول شدیدی تجربه میکرد. اما میبینید پیجرها وقتی منفجر شد که اینها مجبور شدن این کار رو انجام بدن بین بدترین و بد، و حالا اون کار بده باعث شده که حزب الله بره سراغ تصحیح اون روند انتقال داده ها و ارتباطات خودش رو انجام داده و حالا همه اینها حل داره میشه، آماده شده کامل بیاد برای یک عملیاتی که بر اساس ایمنی خیلی بیشتر هست و میتونه حالا کمر اسرائیل رو بشکنه. مبارزه‌ای که امروز بین بیروت و حیفا آغاز شده در واقع مرحله اول از آماده سازی یک جنگ همه جانبه در منطقه غرب آسیا است. بارها در تحلیل‌های قبلی خصوصا یک ماه دو ماه پیش در این مورد زیاد صحبت کردیم. از اون موقع از 2 ماه پیش به من سعی کردم دیگه مباحث و تحلیل‌های پیش‌بینی دیگه نگم، چون یه عده سوء استفاده می‌کردن و سعی کردم بیام به سمت تحلیل اتفاقات افتاده، چون یک سری اتفاقات بعد زمان بگذره رخ بده. اون دوستان انتظار داشتن همون هفته اول اتفاق بیفته. سرعت جنگ فرسایشی به شدت افزایش پیدا کرده دوستان و این بلای اصلی جان آمریکا و اسرائیل، خودشون هم میدونن. به همین دلیل دارن آمریکایی نیروهای نظامی وارد منطقه میکنن که بیان این جنگ از این حالت فرسایشی بودن خارج کنن. چاره‌ای ندارن، مجبورن این کار رو رقم بزنن. در حال حاضر 1/3 از 36 گنبد آهنین در 11 ماه گذشته جنگ نابود شده. خود حزب الله اینها رو نابود کرده، مقاومت فلسطین وضعیشون رو زده. 2/3 باقی مونده. اون 2/3 هم گلوله‌هاش به شدت کم شده. همینطور که می‌بینید حملات داره به شدت انجام میشه و تعداد کمی از این موشک‌ها پرتاب میشه. اونها هم نمیتونن جلوی موشک‌های حزب الله رو بگیرن و تو فیلم‌ها هست برخی از خود این موشک‌های فدافندی برمیگردن و بر سر خود شهرها و مناطق خود یهودی‌ها میخورن. الان امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، حزب الله و مقاومت اشراف کامل بر روی سرزمین‌های اشغالی دارن. پهپادهای مقاومت 24 ساعته دارن پرواز میکنن. بعد از اون یک ابزار هم شده، یعنی پهپادها میان پروازشون که انجام میدن، خود اسرائیلی‌ها میدونن به زودی این مناطقی که پهپاد بالای سرش بوده مورد هدف قرار میگیره و این تبدیل به یک جنگ روانی کامل شده. محور مقاومت در حال اجرای یک فرایندی از جنگ همه جانبه است. چندین دهه برای این جنگ زحمت کشیده شده دوستان، دقت کنید، چندین دهه زمان برده که برای این جنگ آماده بشیم، از خود ایران بگیرید تا یاران ایران در یمن، حزب الله و جاهای دیگه. و این جنگ پایان اسرائیل شاید رقم بزنه، ولی پایان جنگ‌های منطقه ما رو رقم نمیزنه. دوستان اینو در ذهن داشته باشید. ما باید جوری بجنگیم که بعد از اسرائیل برای جنگ‌های جهانی هم آماده باشیم. برخی دوستان دارن مقطعی می‌بینن.
حالا بذارید قبل از که بقیه مطالب جنگو بگم بریم سراغ اون جماعتی که در کشور ما یک جریان رسانه‌ای را انداختن و دارن سیاه‌نمایی میکنن. ببینید بدون هیچ تعارفی یک خط جریان رسانه‌ای تو کشور هست. من 3 شب پیش اینو تو یک کانالی از اساتید عرض کردم، برخی از دوستان ناراحت شدن. روزهای بعدش نشانه‌هایش رو دیگران هم فهمیدن و شروع کردن داد فریاد کردن. این جریان همون جریان امید داناست، با یک ظاهر دیگه اومده جلو و سعی کرده با بدن داخل انقلاب، بدن داخل ایران ارتباط بگیره، کارشناسانی رو دعوت کنه، 1 سال 2 سال هم وقت صرف کرده اعتماد سازی کنه. حالا اومده شروع کرده نتایج اون زحماتی که داره میکشه رو به دست بگیرن و استفاده کنن. شروع میکنن تلقین ناامیدی محض که آقا کار حزب الله تموم شده، چرا ایران کاری نمیکنه، ایران به اینها خیانت کرده، شهید هنیه خانواده‌اش ناراضیه، اون یکی داره ایران رو نفرین میکنه و فقط دارن سعی میکنن که بگن وضعیت خرابه، همه عامل اصلیش هم ایرانه، برخیشو دارن ربطش میدن به دولت پزشکیان و یک جوری نشون میدن اینه که یعنی حاکمیت، یعنی فرماندهان ما جلوی این دولت ضعیف هستن، حاکمیت نمیتونه جلوی انتخاب مردم رو بگیره و امروز محور مقاومت باید چوبشو بخوره. ببینید اینجوری دارن القا میکنن به شما و این همه ضربات دقیقی که اسرائیل زدن و کمر اسرائیل شکسته رو بیان نمیکنن. یک وقت شما نشستید داری یک فیلم سینمایی نگاه میکنید به عنوان تماشاچی، تخمه میشکنید، بستنی میخورید، فیلمتون رو نگاه میکنید. یک زمانی نفر اول فیلم، قهرمان فیلم زخمی میشه، کشته میشه یا حالا هر اتفاقی واسش میفته و شما میگید وای چه اتفاق بدی، حالا بقیه فیلم چی میشه؟ یا فلان اتفاق تو فیلم افتاد نتیجهش چی میشه؟ یک سریال در نظر بگیرید. یک زمانی نه، شما تو خود بطن اون ماجرا هستید و به عنوان نیروهای این مبارزه دارین گام برمیدارید. چرا میگن خون شهید انسان ساز مکتب سازه؟ چون وقتی یک نفر شهید میشه، یک فرمانده مثل سردار سلیمانی شهید میشه، پشت سرش نیروهای زیادی ساخته میشن به برکت خون اون و اتفاقاتی که افتاده. این تو شیعه، تو مذهب شیعه و توی مرام خود جنگ‌های ایران باستان همیشه بوده. تو ایران میگفتن قهرمان‌ها، اسطوره‌ها وقتی شهید میشدن یا کشته میشدن، ایرانی‌های دیگه، حتی اونایی که شاهنامه میخوندن میگفتن ما باید مثل فلانی باشیم. دشمن الان دست گذاشته روی اینجا، میخواد کاری کنه که شما نرین جز اون افرادی باشید که ساخته بشین. یعنی اون عملیات ترور انجام میشه، ترور میاد یک فرمانده رو شهید میکنه، کل سیستم ساختاربندی شده. حذف یک فرمانده تاثیر آنچنانی روی فرایند جنگ مقاومت نمیذاره. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اون فرمانده که شهید میشه باعث میشه عده زیادی ساخته بشن. برای اینکه این اتفاق نیفته میان یأس و ناامیدی به صورت گسترده توی جامعه انقلابی. دقت کنید، جامعه کسانی که دلسوز وطن هستن، شاید طرف دین هم نداشته باشه، اعتقادی هم نداشته باشه، اما قلبش برای ایران میتپه. اگر دشمن بتونه اینها رو ناامید کنه نسبت به اتفاقاتی که داره میفته، میتونه جلوی این روند قهرمان سازی و این فرایند شهید و ساخت قهرمان رو بگیره. به راحتی این کار انجام میده و این جریان فکری که از لندن داره الان تغذیه میشه و سعی میکنن نقاط ضعف رو خیلی بزرگ کنن و نقاط قوت رو خیلی کوچیک کنن و القاء ناامیدی نسبت به آینده داشته باشن، دست رو این بخش گذاشتن. دوستان عزیز، شما یا تماشاچی هستید یا نه تو خود محور مقاومت عضو هستید و الان هر جایگاهی که دارید، هر شغلی که دارید، میتونید عضوی از این محور و از این پیروزی و از این جنگ باشید. شما میتونید تو کار رسانه فعالیت کنید، حداقل کاری که میتونید کنید خانواده خودتون از این یأس و ناامیدی در بیارید و اون المان اولیه ساخت قهرمان ها از فرزندان این محور رو رقم بزنید. اونها میخوان دست رو این بذاره. من نمیتونم این مبحث رو زیاد باز کنم، متأسفانه یوتیوب حذفش میکنه. دقت کنید دوستان عزیز، نذارید یأس و ناامید وارد ذهنتون بشه. شما فرایند کلی و روند کلی محور مقاومت رو ببینید، ایران رو ببینید، نبیاین جزء و بخش بهتون غالب کنن. روند کلی اینه، ما زمانی که جنگ تمام شده بود به کشور جنگ زده بودیم، هیچی نداشتیم و دنیا رفت به سمتی که آمریکا شد تک هژمون دنیا، ابرقدرت دنیا بود، هر کاری میخواست میکرد. اون آمریکا با تمام اون قدرتش اومد تو منطقه ما افغانستان و عراق گرفت و میخواست کار ایران و محور مقاومت آتی رو تمام کنه. داعش رو رقم زد. توی دولت حسن روحانی که دولت پزشکیان انگوش کوچیکش هم نمیشه تو بخش هایی که اگر بخوان خیانت کنن، محور مقاومت داعش نابود کرد. سردار سلیمانی تو جلساتش تیکه پارچه باز میکرد، چند تا تیکه نون خشک و چیزای دیگه بود، میگفت این غذای بچهای مبارز من تو سوریه است.
شما نمیخواد سلاح ما بدید، ما سلاحمون خودمون تامین میکنیم. غذای بچه‌ها رو تامین کنید. یعنی ببینید اوج خیانت به کجا رسیده بود. با این حال محور مقاومت شجاعانه اومد، هزینه‌ش هم داد و داعش شکست داد و هژمون ایران رقم خورد، اونجا احیا شد، متولد شد و اون هژمون رفت شروع کرد تقویت خودش پشت زیرساخت‌ها آماده شد. یمن از جنگ نجات پیدا کرد، یمن تقویت شد یک قدرت موشکی و پهپادی در منطقه که امروز در مقابل کل نیروی دریایی آمریکا و یارانش توی ناتو ایستاده و اونها رو شکست داده. اینها رو اصلا نمیگن به شما. نمیگن یک کشوری که یک سال پیش داشت شوک میخورد امروز داره با موشک به اسرائیل میزنه و اسرائیل جرأت پاسخ بهشو نداره، میترسه جنگ از دستش خارج بشه. نمیدونه یمن داره التماس میکنه آقا راه باز کنید که ما نیروهامون برن اسرائیل رو تموم کنن کارشو. اینها رو نمیگن. میان تک تک اتفاقاتی که افتاده. خب جنگ دیگه، دشمن شما ابرقدرت دنیا بوده. اسرائیل کسی بوده که 6 تا دولت عربی رو ناکوت کرده ظرف 6 روز و بعد این همه حمایت ازش میشه، سالیانه میلیاردها دلار به اینها تسلیحات مدرن روز دنیا رو میدن. در مقابل یک گروهی مثل حماس، یک گروهی مثل حزب الله اینجوری به فلاکت افتاده. اینها رو نمیان به شما بگن. میان میگن ببینید پیجرها منفجر شد، حزب الله کارش تموم شد. یا میگن ببینید حزب الله تو جنگ 33 روزه نمیدونم اینقدر تعداد شهید داد، الان تو این تعداد روز این تعداد شهید داده. یک طرف ماجرا رو میگن. نمیگن آقا خب از اون ورم تو بگو دیگه حزب الله چه بلایی سر اسرائیل آورده. تو جنگ 33 روزه چند روز طول کشید که موشک‌های حزب الله به این نقاط حیفا برسن و چند تا موشک می‌خورد حیفا. الان که روز اول رفتن حیفا رو زدن که الان که کل شمال فلسطین اشغالی یک نوار 30 کیلومتری خالی از سکنه شده. اونجا رو حزب الله تبدیل به یک غزه اسرائیلی کرده و بدترین فشار روی نتانیاهو همین افراد مهاجر هستن که امروز حزب الله بازه رو افزایش داده. اینها رو به شما نمیگن. میان دونه دونه میگن فلان اتفاق افتاده، شکست خوردیم، وای ایران خیانت کرده، وای رهبری نمیتونه کار کنه. و این جماعت ببینید خیلی ها رو فریب میدن. تعدادشون لیدر اصلی هستن که میدونن دارن چه غلطی میکنن. بقیه هم میان همینجوری فریب میدن و اینها رو دچار یأس و ناامیدی میکنن. و بعد حالا وقتی یک اتفاقی هم میفته 10 برابر 100 برابر توان بهش میگیرن، میگن حزب الله مثلا ضربه شدید خورده. از اون ور مقاومت اگر یک ضربه شدید به اسرائیل بزنه 1/100 اونو میگن آقا حالا یک ضربه زنیم ولی چه فایده، فردا دوباره اسرائیل پاسخ میده. اینا مثلا انتظار دارن جنگ یه روزه تموم بشه. اونم جنگ با اسرائیل و آمریکایی که پشتشه، هژمون غربی که 400 سال دنیا رو تو دستش گرفته بود. شوروی دچار فروپاشی کرد، چین رو تو دست خودش گرفت بود، کل دنیا دستش بود. انتظار دارن محور مقاومت و ایران یه روزه بره نهایت حسابشو برسه و تموم بشه بره و ضربه‌ای هم نخورن. جالب اینجاست مثلا میگن فرمانده های مقاومت چرا نکات ایمنی رو رعایت نمیکنن، نکات اطلاعاتی و حساس رو رعایت نمیکنن. نه تو اونجا خونت نشستی میدونه نکات اطلاعاتی چیه. اون بنده خدا که 30 ساله داره اینجوری مبارزه میکنه، از 30 سال اسمش تو لیست ترور بوده نمیدونه، تو میدونی. اگر اتفاقی هم واسه فرمانده ها افتاده به خاطر همین جنگ یک سال گذشته است که با تمام قدرت اومدیم وسط کار، مقاومت تمام توانش گذاشته وسط داره اسرائیل میزنه. امروز اونی که تحریم شده توسط مقاومت اسرائیل، اونی که 70% اقتصادش تعطیل شده اسرائیل، نه ایران. اونا آرزوشون بود و اعلام کرده بودن سال 1401 میگفتن کاری میکنه زیر ساختاتون توسط خود مردم شما نابود بشه و کاری میکنه کشورتون توسط خودتون ساقط بشه حکومتش. الان کشوری که تحت محاصره است، اصلا شما کشور نیستید، یک گروه تبدیل شده به یک گروه تروریستی تقریبا و فقط دارن مردم بیگناه رو میکشن. کشتن مردم برنده جنگ مشخص نمیکنه. جنگ های موجودیتی، ببینید یک زمانی سر یک رودخونه دارن میجنگن، فردا تکلیفش روشن میشه، جنگ تموم میشه. یک زمانی نه، دارن سر موجودیت یک کشور یا یک منطقه میجنگن. یا اسرائیل هست یا ایران هست، یکی از این دوتا، یا اسرائیل هست یا حزب الله لبنان هست. نمیتونن دوتاش با هم بمونن، باقی بمونن. میشه جنگ موجودیتی. در جنگ موجودیتی اون یک برنده است که آخرین نفر سرپا باشه. وگرنه جنگ جهانی دوم تمام شهرهای انگلیس با خاک یکسان شده بود. نیرو هوایی آلمان اینها رو بمباران کرده بود و بعد از چند سال کلا ورق برگشت و انگلیس رفت اینها رو بمباران کرد. الان که وضعیت اسرائیل خیلی بحرانیه، نمیان به شما اینها رو بگن. نمیخوام تحلیل طولانی بشه ولی مطمئن باشید ضرباتی که مقاومت داره میزنه اساسی، هنوز عملیات‌های اصلی شروع نشده دوستان.
این یک سالی که اتفاق افتاد ما اومدیم یک کشور به اسم اسرائیل و آمریکایی که پشتش بود، ببینید که یک هژمون پشت این منطقه بود، اینها رو مدیریت کردیم، درگیری ها رو به صورت مرحله به مرحله تنش و افزایش دادیم که یک دفعه جنگ به زیر ساختای ما کشیده نشه. ایرانه که داره موشک تولید میکنه میده یمن میزنه، ایرانه که موشک تولید میکنه میده حزب الله میزنه. اگر ایران نبود انبار موشکی این از ایران خالی میشد بعد از یک مدتی و بعد دست خالی میخواستن چیکار کنن. ایرانه که روز به روز داره تکنولوژی های جدید رو به اینها میده و به همین دلیل از ایران عصبانی هستن. زورشون به ما نمیرسه وگرنه خاک ما رو به توبره میکشیدن و حالا تنها امیدشون لیبرال های داخلی و سعی کنن اختلاف داخلی بنازن، چون لیبرال های داخلی زورشون به تنهایی نمیرسه کاری کنن. اگر میرسه زمان روحانی همه طلب توانشون رو میذاشتن وسط. امروز ایران همون بخش انقلاب اسلامی و محور مقاومت انقدر قوی هستن که در مقابل مشکلاتی مثل یک دولت مثل حسن روحانی کم نیارن، حالا که آقای پزشکیان اصلا نزدیک اون اتفاق هم نرفته. اگر حتی هم بره مشکلی پیش نیاد، اونها اصلا وقت این کارها رو دیگه ندارن. وقت 1-2 سال عملیات روانی روی مردم و بعد نتیجهشو بگیرن وقتشو ندارن. یک ماه برای اینا سرنوشت سازه و اسرائیل اینو میدونه. به زودی بهتون قول میدم، حالا زمانش مهم نیست، اتفاقی که داره رخ میده مهمه. یک عملیات گسترده اتفاق بیفته، جبهه‌های زمینی فعال بشه و اسرائیل روز به روز محدودتر بشه. دوستان، روز اولی که اسرائیل به غزه حمله میکرد، حزب الله کجا رو میزد؟ نوار مرزی داشت میزد و همه مسخره میکردن که اسرائیل داره مردم رو میکشه، حزب الله داره ریش‌های ماهواره رو میزنه. و الان مشخص شد که اون سیستم نظارت مرزی و اسرائیل که 30 میلیارد دلار تا 30 میلیارد میگن هزینه شده، حزب الله اونو نابود کرد و امروز حزب الله بعد از نابودی اون تونست رصد کامل اسرائیل از بین ببره، بیاد حالا عمق اسرائیل بزنه. حالا مشخص شده که اون موقع اگر حزب الله مسخره میکردن، حزب الله مجبور مرحله به مرحله بیاد جلو. خود لبنان هم به جنگ مستقیم کشیده نشه. شاید اگر سال گذشته لبنان وارد جنگ میشد، مردم لبنان 1 سال نمیتونستن تحمل کنن و فشار می آوردن به حزب الله، ولی الان نه. الان دیگه مردم لبنان و مردم کل منطقه زبونی اسرائیل رو دیدن، میدونن اینها قدرتی ندارن، دیدن آمریکا نتونست از پس یمن بر بیاد، اینها رو به چشم دیدن. الان مردم کل منطقه از دولت‌هاشون شاکی هستن، میگن یک گروهی مثل حماس زده توی گوش اسرائیل، یک گروهی مثل حزب الله داره میزنه توی گوش اسرائیل. شما که لشکر و هواپیما دارید، جنگنده دارید، نیروی رسمی دارید، چرا نمیرید وسط؟ از چی میترسید؟ میترسید که موشک باران کنید؟ خب ایران موشک باران کرده. میترسید که مثلا جواب بده؟ خب یمن زده نتونستن جواب بدن. اینها مهمه و اینها چیزهایی است که آینده رو تغییر میده. لطف کنید وارد این جماعت انحرافی خط فکری یأس‌آور و ناامید کننده نشید. دوستان، داشته محور مقاومت نیروهای جوانی هست که تو هر مرحله که باشن ساخته میشن. نذارید شما رو از این بدنه محور مقاومت دور کنن. شما جزئی از این محور هستید. زمانی که سردار سلیمانی تو سوریه میرفت که عملیات انجام میداد، تعدادی شهید میشدن. فرمانده‌های منطقه‌ای یا میدانی گریه میکردن. سردار سلیمانی میرفت میگفت چرا گریه میکنی؟ برای عزاداری وقت هست. ما الان باید بریم فلان منطقه رو بگیریم. همه جمع میشدن و میرفتن عملیات میکردن. امروز وقتی برای عزاداری و قصه و غم نداریم. یک فرایند جنگیه به خوبی داره مدیریت میشه و ما باید بریم جلو. تلفات جزئی از این جنگه، جزئی از بدن این جنگه. دشمن شما راهی جز ترور و کشتن مردم عادی نداره. اگر داشت انجام میداد. و این جنگ رو اگر به سوریه بکشه، اگر به عراق بکشه، اگر به ایران بکشه، همین اتفاق میفته. نه تنها اسرائیل بلکه آمریکاش هم همین کار رو میکنه. راهی جز که کشتن مردم عادی و ترور فرمانده ها و نیروهای مقاومت ندارن. نمیتونن کاری کنن، دستشون بسته است. حالا که وارد زدن زیر ساختار شدیم، به زودی پایگاه هواییشون زده میشه و جنگ به جنگ منطقه‌ای کشیده میشه. یعنی آمریکا و کشورهای دیگر منطقه وارد درگیری میشن. تحلیلش روزهای آینده خدمتتون عرض میکنم. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. نظرات همه دوستانو میخونم، یه دونه‌ش هم نمیذارم بمونه. حتی اگر 10 روز هم طول بکشه این نظر یه دوستی بمونه میرم جوابشو میدم. اینو مطمئن باشید. خیلی ممنونم از اون عزیزانی که از ما حمایت مالی میکنن. انشالله سیستم و تجهیزات اگر روزی آماده بشه خودم هم میام پشت دوربین مستقیم هم صحبت میکنیم. تازه اول کار هستیم. اسرائیل بخش اول از این جبهه‌های جنگی هست که بعد جنگ‌های جهانی شروع میشه. بعدش تازه هژمون ایران تثبیت میشه و باید وارد جنگ‌های جهانی بشه. کل منطقه و محور مقاومت همه با هم باید وارد جنگ‌های جهانی بشیم.
عجله نداشته باشید. نمیتونیم روز اول دستمون رو خالی کنیم، آینده جز کشورهایی باشیم که زمینمون زمین سوخته تبدیل بشه. راه کمی طولانی و خطرناکی، اما با قدرت داریم ادامه میدیم. یا علی، خداحافظ.